اومدید به ویدیو اولیه من توی یوتیوب. بعد تو از اونجایی که از تایتل خوندید ما قرار امروز بریم پاد بخریم. بگه پاد چرا اولین ویدیو پاده؟ چون ببینید ما که داریم ویدیو میگیریم مسئولیت داریم که بگیم که این چیزا خوب نیست. شما هم نکنید، از نظر من که هیچ مشکلی نداره چون پاده. ما خودمون که اهل سیگار این چیزا نیستیم. پاد چیزیه که عادیه، برای فان داره، بازاره. پاد کجاست؟ مولوی. بلکه بازارش اونجاست، ارزون ترین جاهایی که پاد میفروشه اونجاست. یک آدم استرن مثلا شما که یه پادی که میخواید 1 میلیون بخرید و میرید اونجا 500 بهتون میندازن. بریم که پاد خریدن داشته باشیم. همراهمون باشید تا بدرود خدا. داره برق میباره زیاد که این زمستون که بیاد بی بودو بپوشون گردن تو هرچی میپوشی میاد بمون. دونه برق میریزه رو مجه ها تو این دلم میریزه. دوتا این دورم شمشک و بقیه بچه ها میگن که خب بچه ما الان رسیدیم ایستگاه اتوبوس. چند ایستگاه داریم؟ حدوداً 5-6 تا ایستگاه داریم تا مولوی. بریم برسیم میبینمتون. دیگه بیا بریک بزنیم و مرشیم و من یه بایی بوسم کن دیگه. هوا خیلی سردی افزدم خدا بغلم کن دیگه. بغلم کن دیگه آتیش رو روشن کن دیگه. بیا بریک بزنیم و مرشیم و من یه بایی بوسم کن. خب بچه ما رسیدیم مولوی. مسیر نشون بده آقای فیلمبردار. کل این مسیر رو باید خیلی بتازونیم، با پای انسانی بتازونیم و برسیم به کوچه خیابان پاد دیگه. هوا خیلی سردی افزدم خدا بغلم کن دیگه. بغلم کن دیگه. بچه اینجا چون مولوی بریم تو اون کوچه موچه‌هاش گوشمون رو ممکنه بزنن، همینجوریش تو جیب میزنن، چه برسه به اینکه اینجوری افتادش صحبت کنیم. به خاطر اینکه ما شاید از مولوی از جایی که میخوایم بخریم کم ویدیو بگیریم. لیگمون جدا شده نمیندازم بات مفتی. موندیم ایران 6 ماه بی پاسپورت. اگه این زیبا نیست از چی زوم کن روش ببین 3 تا از پایین تا بالا چقدر زیبا. بریم. خب بچه ها ما پاد رو خریداری کردیم ولی چون بازار خیلی شلوغ بود اصلا نتونستیم ویدیو بگیریم چون واقعا خودمون به زور راه میرفتیم، چه برسه اینکه گوشی بیاریم. از جیبمون هم 20 بار چک کردیم که چیزی کم نشده باشه. کم نشده. پاد رو خریدیم. آقای فیلمبردار دست من رو بگیر. پاد بگیر. من از همینجا دیگه منو بگیر. مثلا گفتش که بچه‌ها حقوق فیلمبرداراتون رو بگیر. به یارو رفتم گفتم که آقا یه طعم خوب بده، خودشونو انداخت به ما. امیدوارم که طعم خوب باشه. این جعبشه. زیر 18 سال. ما که 16 سالمونه ولی خوب. صحنه لذت بخش با کردن این حاجی یکی از لذت بخش ترین هست. صاف کنیم. یه بو بزن. فاک یو. چی قاپوزا. چی ربطه؟ ببینید چقدر بو کنید از این تو اینجا بو کنید. خب کردی؟ تو چقدر نمکی. خب زیر اسمت اونایی که بلد نیستن هار میچسبونیم به آقای فیلمبردار. فعلا آقای فیلمبردار درش هم میکنیم. اونو نمیدیم آقای فیلمبردار چون میندازم. اینه بکشیم اینو. نمیشه حرکت زد. وای من بهش بذار یکم فکر کنم. اینم 8 هستم. بیا آقای فیلمبردار رو تست کن. بچه آقای فیلمبردارمون هستن. نه نوشابه یخه ولی خیلی مشابه میخوره به آدامس میخوره. آره آدامس نارگیل باشه. نه همون آدامسه تو دهنت تو فقط آدامسه میپیچه با بوش. 1 تا 10.
نمره طبق پادایی که استفاده شده قبلا استفاده کردیم، طبق پادایی که استفاده شده این پادو من 9 میدم. قشنگ خنک میکنه و سنگین هم نیست. الان صدای من دارید از میکروفون صدا رو دارید از دود میشنوید. بچه این بود از ولاگ پاد ما. پاد خفنیه. من از این 2 تا گرفتم، هندونه یخش رو این برند گرفتم. از این برند میخواید بخرید اول همیشه هندونه یخش رو بخرید، چون هندونه یخش هندونه یخش بهترین طعمه. اولین رو من میدم به هندونه یخ این برند چون خیلی خفنه. بعدش این البته اینه که من نخریدم چیرم. اگر راست میگویید برای این ادعاهای خود سند و مدرک ذکر کنید. فروشنده گفتم یه طعم خفن بده، اینو داد و من 8 دادم. آقای فیلم بردارم 9. و یه چیز دیگه اینه که من چون 16 سالمه، نه بودجه دارم نه ایده بازی زیاد بود. تو کامنت ها بگید که ما در مورد چه محتوایی ویدیو بگیریم. ویدیو منم گیمینگ نیست، یعنی ولاگ و چالش بیرون از خونه است. خاطر همین ایده نداریم، پول هم همونجوری که ایده نداریم پول هم نداریم. اونقدر بودجه ندارم قد آریا کوکسر و فلان حسین و سوهل زلوا و اینا که میرن 10 میلیون میدن برای یه ویدیوشون. نمیدونم 24 ساعت هر چی رفیقم خواست میخرم. اونقدر بودجه نداریم. یعنی ایده هایی که تو کامنت ها میگید اونجور نباشه که ما دهنمون سرویس. ویدیو دومم احتمالاً چیز جالبی خواهد بود و ترسناکه. ولی گیمینگ هم اگر خواستید حتما بگید. بچه‌ها لایک کامنت کنید، حمایت کنید که ویدیوهای بعدی رو خفن بذاریم. یوتیوبر گنده شیم، از آریا کوکسر بزنیم اینجا. آخه یاد اونجا بودیم. فکر نکنم. من فیلم بردار دیست کنه ما رو. و این بود ویدیوی ما. مرسی از اینکه تماشا کردید. خداحافظ. آقای فیلم بردار بیا تو دهنم.